این اول عزیزان دین همین گونه یک تبری که داریم ادامه میدیم. من بازم میخواستم روی صحنه دونر با گفتن چند حرفایی که صمیمی است دعوت کرده باشم به خاطر بریده خاطر هر یک شما باشم. یکی از هنرمندی که واقعا در دل و دیده ها و مسکن دارد این نفر نیست امروز افتخاری مردم تاجیک هستند. هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان دلبرخان سلیمان و از زیر یک قرصگوی شما روی صحنه دارد دعوت می‌سازم دوستان عزیز. به صورت و فراغت گوارا برای شما تمام